در میکرانواحی 13 شهر خوجند از نوسازی کودکستان رقم 35 با مرام ادامه دارد و از جریان کارهای ساختمانی اجراکننده وظیفه رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده بازدید به عمل آورد. طور اطلاع داده شد کودکستان مذکور بنابر نیاز به تجدید و از نوسازی داشتنش 20 سال اینجانی فعالیت نداشت. الحال کارهای ساختمانی در 5 بنای مؤسسه تعلیمی از جانب شرکت‌های وطنی جمعیتی دارای مسئولیتش محدود مهندس و یوسف 2016 با خرج لایحه‌ای 9 میلیون سومانی آغاز گردیده با مرام ادامه دارد. فرمایشگر ساختمان اداره ساختمان اساسی شهر خوجند میباشد. کودکستان مذکور برای 320 نفر تربیت گرنده پیش بینی شده است. ضمن از نوسازی کودکستان تمام امکانات انفراستراکچوری موثر به نظر اعتبار گرفته شده است. اجراکننده وظیفه رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده با مسئولین ساختمان جهت انجام دادن کارهای ساختمانی و به نظر اعتبار گرفتن طلبات زمانی موثر در روند تعلیم و تربیت دستور و سپارش‌ها داد. همزمان با مسئولین کارخانه دولتی استفاده‌بری منزلی ساحلی راست شهر خوجند بابت به ترتیب درآوری حدود مؤسسه تعلیمی، آرایش بناهای بلندآشانه، چیناندن نهال‌های همیشه سبز و گل و گلبته‌ها مشورت‌ها داده شد.